دوستان عزیز، شروع میکنم به آموزش بافت مکرمه بافی. این یه نمونه کار هست که بافتم جا دستمال کاغذی که میتونید برای جا حوله‌ای یا هر چیزی استفاده کنید به شکل جغده. من با آموزشایی که میدم خدمتتون در نهایت شما میتونید با نگاه کردن به هر عکسی، حتی نکاره که بتونین از نزدیک ببینید، با هر عکسی میتونین شما الگوشو متوجه شین و اونو ببافین. توی مکرومه بافی مهمترین جزش همین گره های مکرومه هستش که نوعای مختلفی دارن. گره مربعی، گره مدادی. گره مربعی رو که وقتی میچرخونی به داخل خودش میشه به نوعی مثل فندق میشه و سرانداختنش هستش و گره های تکی پیشرفته تر که یه قسمت های استفاده میشه. حالا من تو کارام نشونتون میدم. مثلا برای شلفی که میبافیم برای دم پروانه یه گره تکی هست که اونو میزنی میتونین نصبش کنین رو بافتتون به عنوان دم پروانه. حالا به ترتیب که جلو بریم شما میتونید از ترکیب و حتی این گره هایی که یاد میگیرین به یه بافتای جدیدی هم برسین. مهمترین کار توی مکرومه بافی سرانداختنه، یعنی ابتدایی ترین کار. حالا بعد اون شروع میشه به گره مربعی و گره دیگه. حتی توی قالی بافی اینام شما اگه که چله کشیتون رو خوب انجام ندین و به درستی انجام ندین نمیتونین بافت راحتی داشته باشین. باید منظم باشه، میزان نختون به اندازه باشه. نخی که ما استفاده میکنیم برای بافتمون بستگی داره به میزان گره هامون و به اون کاری که داریم انجام میدیم، به سایز کارمون. مثلا شما اگه یه پرده مکرومه بخوایم ببافین خب قطعا یه نخ خیلی بلندی میخواین، هر نختون به صورت دولا و متراژ بالایی باشه. یه فرمولی داره اون اندازه زدن میزان نخ مورد نیاز که اونو من تو ویدیوهای بعد خدمتتون میگم. لطفا منو سابسکرایب کنین، دنبال بکنین، شیر کنین تا بتونم ویدیوهای بیشتر و بهتری رو براتون بذارم.